جمهوری اسلامی کهریزک کشتار، تجاوز، شکنجه، زندان، ترور و اعدام. جمهوری اسلامی کهریزک قربانی که امروز به تصادف زنده است پیش روی شماست. مسعود علیزاده برایتان روایت می کند که در جمهوری کهریزک دین مداران، حاکمان، جلادان با او چه کردند؟ مسعود. با عرض سلام خدمت دوستان، من مسعود علیزاده متولد 1362 در شهر تهران به دنیا آمدم و در زمان انتخابات سال 88 به استعداد آقای مهندس میرحسین موسوی رفتم و از ایشون حمایت کردم. بعد از اینکه از ایشون ما حمایت کردیم، همه مردم ایران یک جوری به آقای مهندس میرحسین موسوی رأی دادن. دولت ایران آقای احمدی نژاد یک تقلب گسترده‌ای کرد و رأیای ما رو همه رو دزدید و یک کودتایی انجام داد. من همانند مردم ایران به دنبال رأی گم شده‌مون در خیابان اومدیم و خواستار این بودیم که رأیمون رو پس بگیریم. ولی متاسفانه وقتی که اومدیم رأیمون رو پس بگیریم باتون خوردیم، تیر خوردن دوستامون و با ما خیلی وحشیانه رفتار کردن، فقط به خاطر اینکه رأیمون گم شده بود و این یک خواسته خیلی کوچیکی بود ما از دولت که این رأی ما کجا رفته. من در روز 18 تیر در یکی از خیابان چهارراه ولیعصر دستگیر شدم توسط کسایی که لباس شخصی داشتن و هیچ هویتی نداشتن که ما بدونیم اینا مامورای نیرو انتظامی هستند یا برای کدوم ارگان کار میکنن. بعد اینا منو تو خیابان زمانی که در تظاهرات آروم داشتیم شرکت میکردیم به همراه مردم منو دستگیر کردن و به من یک چشم‌بند زدن و دست من از پشت گرفتن و با دستبند پلاستیکی دستای منو بستن. بعد منو سوار یه خودرویی کردن به یک محله‌ای بردن که اون محله نمی‌دونستم کجا بود، ناشناخت بودش و اونجا شروع می‌کردن من و دوستای دیگه‌مو می‌زدن و خیلی صدای ناله‌هایی میومد اونجا که داشتن مردمو می‌زدن اینا. بعد از اون حدوداً 2 الی 3 ساعت در همون محلی که نمی‌دونستم کجا بودم و چشم‌بند داشتم منو به پلیس امنیت میدون هور بردن که وقتی اونجا خب چشامو باز کردن دیدم عده‌ای بودن 50 الی 60 نفر کسایی که دنبال رأیشون بودن اونجا بودن و ماها را در همون شب به پلیس پیشگیری میدان انقلاب فرستادن و حدوداً الی 300 الی 350 نفر بودیم که در داخل همون پلیس پیشگیری بودیم و خیلی کم بوده جا بود و ما حتی اون شب خیلی ها سرپا میخوابیدن، یعنی خیلی جا برای نشستن هم نبودش. فردای اون روز 19 تیر 88 ما را داخل حیاط آوردن و بازپرسی بود به نام آقای حیدری‌فر داخل حیاط نشسته بودش و گفت عده‌ای شما میرید کهریزک و عده‌ای میرید اوین. من تا به امروز نمی‌دونستم کهریزک کجاست، چون تا جایی که ماها شنیده بودیم آسایشگاه خیریه بودش کهریزک و مثلا نمی‌دونستیم که ما بازداشتگاه به نام کهریزک داریم.
موقعی که ما سوال کردیم از این بازپرس و این قاضی، گفتیم کریزک کجاست که میخوای ما رو اعزام کنی، اینا گفتم برید اگر تا آخر تابستون از اونجا زنده بیرون اومدید تازه بیان میگید کریزک کجاست. حدوداً 135 نفر ما رو فرستادن کریزک و حدوداً 150 نفر رفتن به زندان اوین قرنطینه 7. ما موقعی که رسیدیم سمت کریزک دور از شهر بود و وسط یک بیابونی بود اون بازداشتگاه و اون بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندان ها نبود و یک بازداشتگاه غیرقانونی بودش و بدون اینکه اینا بخوام به ما اتهامی وارد کنم و تفکیک اتهام بشیم، اینا یه جورایی گراگونگیری کرده بودن و ما را دزدیده بودن، همچین مثالی میشه زد. بعد رسیدیم داخل اون بازداشتگاه، همه ما رو لخت کردن در حضور همدیگه، از پیرمرد 60 ساله تا بچه 17 ساله و من هنوز چهره دردناک اون کسایی که مجبور بودن 4 الی 5 دقیقه لخت و عریان بشن هرگز فراموش نمی‌کنم. این کار فقط به خاطر این بود که در اون بازداشتگاهی که ما می‌خواستیم بریم قرنطینه 1 شیپیش داشت و احتمال داشت ما بیماری بگیریم و لباسای ما رو برعکس می‌کردن که ما این شیپیش نه لای درز لباسای ما. ما وارد اون قرنطینه شدیم، 60 متر جا داشت و حدوداً ما 135 نفر بودیم. در اون بازداشتگاه کمبود جا بود و حتی به یک گونه‌ای نمی‌شد حتی نشست. و به گفته مسئولین جمهوری اسلامی عده‌ای از اراذل اوباش و این اسم جمهوری اسلامی گذاشته بر روی این جوانان، 35 الی 36 نفر مجرمان خطرناک که بیشترشون تجاوز کرده بودن، با مواد مخدر گرفته بودن و حکمای خیلی سنگینی داشتن، اینا رو داخل همون قرنطینه‌ای که ما بودیم داخل اون قرنطینه آوردن و از اینا خواسته بودن که ما رو اذیت کنن. به ما نه غذایی میدادن، روزی 2 وعده غذا بود، یه دونه ساعت 11 بود و یه دونه ساعت 12، اونم یه کف دست نون با 1/5 یک سیب زمینی. در همون شب اول این مجرمان خطرناک شروع کردن به اذیت کردن ما 136 نفر. اینا در دستشویی در جلوی ما به هم تجاوز میکردن و بازداشتگاه کریزک فقط یک دستشویی داشت برای 167 نفر و اونم در نداشت و بیشتر این مجرمان خطرناک که از جنس ما نبودن همشون لخت و عریان بودن و حتی اصلا بعضیا به خاطر اینکه اونا لخت بودن اینا نمیتونستن برن دستشویی کنن و مجبور بودن اون دستشویی خودشون رو نگه دارن. شکنجه ها از فردا روز 20 تیر شروع شد در اون بازداشتگاه کریزک. همه ما رو می‌آوردن داخل حیاط و در اون آفتاب سوزان
میگفتن باید 4 دست و پا بریم تو آفتاب و سوار حرب میشیم. بچه 17 ساله رو سوار پیرمرد 60 ساله میکردن. پیرمرد 60 ساله رو میگفتن بعد رو دوش اون بچه 17 ساله بری و تو این آفتاب 4 دست و پا بری. و هر کی اگر این 4 دست و پا رو نمیرفتش بعد میومد بودن 6 الی 7 تا لوله آب میخورد. و حتی تو اون آفتاب ما رو لخت میکردم و میگفتم باید اون برعکس شیب ما بریم. بعد این چند تا از این مجرمان خطرناک لوله داشتن و پشت در وای میستادن و ما رو به شدت با لوله میزدن. در اینجا شخصی هست به نام امیر جوادیفر که عکسش هم اینجا دارید میبینید که گردنش رو بسته. ایشونو وقتی که دستگیر کرده بودن زده بودن، گردنش شکسته بود، دماغش شکسته بود، دنده‌هاش تمام شکسته بود. به جای اینکه ببرنش به بیمارستان به بازداشتگاه کهریزک انتقالش داده بودن و تمام بدنش عفونت کرده بود و اصلا هیچ حال خوبی نداشتش و یه گوشه فقط ناله میکرد. و در اون سمت چیزی که میبینید یک آقایی که عینک داره به نام آقای محسن روح الامینی. ایشون پدرش از فرماندهان سپاه پاسداران بود و معاون آقای محسن رضایی، یکی از کاندیدای انتخابات 88. که این هر دو در اون بازداشتگاه جون خودشون از دست دادن و من براتون تعریف میکنم که چی شد این بچه‌ها مردن تو اون بازداشتگاه. و یک شخص سومی است به نام محمد کامرانی که یک جوان 17 ساله‌ای بود که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود و حتی رأی نتونسته بود بده. شرایط در اون بازداشتگاه خیلی بد بود. مسئولین میگفتن اینجا خدا آنتن نمیده. و این عکسایی که الان شما دارید میبینید در شب سوم مسئولین بازداشتگاه کهریزک، من و سامان مهامی و احمد بلوچی با جرم این که فقط سرپا بودیم ما رو از بازداشتگاه آوردن بیرون و از پا با پابند آهنی پاهای ما رو بستن و از سقف آویزون کردن. و شروع کردم با لوله PVC کتک زدن ما و ببخشید باید میگفتن بگید ما گه خوردیم تا نزنیمتون. و من این کلمه رو نگفتم و باعث شد که حدوداً نیم ساعت اینا منو با لوله بزنن و از تمام بدنم خون بیاد. و وقتی که مجبور شدم بگم انقدر گفتم زبونم خوش شده بود یه لحظه، یعنی دیگه انقدرم گفتم ولی اینا منو از اون جایی که آویزون کرده بودم پایین نمی آوردن. بعد اینا منو آوردن پایین. در شب سوم بردن داخل دستشویی دوستام که آب بریزن من از اون حالت شوک در بیام. بعد افسر نگهبان آقای خمس‌آبادی، افسر نگهبان اون بازداشتگاه، یک قفلی به این محمد کرمی معروف به محمد تیفین، سروکیلوند بازداشتگاه کهریزک، یکی از مجرمان خطرناک، به اون یک قفلی میده و میگه برو آقای علیزاده رو بزن، حالا اون شخصی که من هدفشون بودم. من در شوک بودم اون شب و اصلا فکر نمی‌کردم دارم خواب می‌بینم اینا، اصلا فکر می‌کردم اینا همش
خوابه، مثلا حزمش برام خیلی سنگین بود که من واقعا یعنی جمهوری اسلامی انقدر میتونه شکنجه کنه، اونم فقط به خاطر یک رأی گم شده و ما فقط می‌خواستیم ببینیم رأیمون کجا رفت. رأی ما مرگ نبود، شکنجه نبودش. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی با بیشترین خشونت سعی میکرد ما حتی رأی خود اونم مثلا سمتش نریم. بعد این آقا اومد دستشویی من، تمام بدنم خونی بود، عکساش هستش، با قفل زدن، یعنی قبل از اون نزده بودن سرم. و بعد این آقا شروع کرد، این محمد تیفیل با قفل شروع کرد بر سر صورت من زدن و سرمو زد با قفل شکون و تمام زد تو سر صورتم و من اصلا در شوک بودم. بعد از اون ایشون منو بلند کرد، کوبید، لباس من پاره شد و من لخت تو اوریان جلوی 160-70 نفر و اون دردش برای من خیلی بیشتر بود تا درد اون لوله، چون جوون بودم، غرور داشتم. بعد از این شروع کرد با 2 تا پا رو گردن من رفتن و میخواست منو بکشه، چون ایشون بیمار روانی بود و جاش در تیمارستان بود نه در زندان. و من اون زندانی رو محکوم نمی کنم، اون کسی رو محکوم میکنم که ایشون رو به جایی که بفرسته تو یک بیمارستان که معالجه بشه، ایشون رو داده در یک بازداشتگاه که دستش قفل بده که منو بزنه. اون مسئول با افسر نگهبان اون مقصره. بعد ایشون با 2 تا پا رفت رو گردن من، حدوداً 10 دقیقه رو گردن من بود. من نفسم بالا نمی اومد، تمام پوستای گردنمو کندم فقط بتونم نفس بکشم، ولی متاسفانه نشد. و بعد از اون خب این آقا دلش به رحم اومد و این پاهاش رو گردن من ورداشت و من تونستم نفس بکشم. زخمای من عفونت کرد و هیچ معالجه، هیچ درمانی نشد و نه بیمارستانی. شکنجه ها شروع شد. اینا یک دود گازوئیل میفرستادن داخل اون بازداشتگاه. دود بازداشتگاه دود گازوئیل میفرستند و باعث میشد تمام چشمای ما عفونت کنه و باعث به هوش رفتن بچه‌ها میشد و اگر ما چند روز دیگه بیشتر در اون بازداشتگاه بودیم عده بیشتری کشته میدادیم. در روز بعد از 5 روز که اونجا بودیم حال همه ما بد بود، همه ما شکنجه شده بودیم، زخما همه عفونت کرده بود، به ما آب خوردن نمیدادن، آب چاه میدادن و شرایط خیلی سختی بود و بارها ما یعنی کسایی بودن که 3 روز سرپا بودن به خاطر اینکه جا نداشت. بعد در روز بعد از 5 روزی که اونجا بودیم ما را به زندان اوین فرستادن. در راه امیر جوادیفر، همون عکسی که گردنش شکسته بود تو اون هستش، ایشون تو راه فوت میکنن بدون اینکه یک قطره آب بهش بدن و بارها التماس میکنن که به این آب بدید، ولی مسئولین هیچ توجهی نمیکنن و ایشون در راه فوت میکنه. و حدوداً 1 ساعت ما جلوی توقف داشتیم و به سمت زندان اوین رفتیم و در اونجا اون شخصی که میبینید عینک، یه آقایی هست که عینک زده، ایشون هم خب در اونجا فوت کرد در راه، یعنی جلوی زندان اوین. و یک شخص دیگه بود به نام محمد کامرانی و ایشون هم در بیمارستان فوت کرد به خاطر ضرب و شتم به اون بازداشتگاه. و رهبر ایران آقای خامنه‌ای این جنایت رو محکوم کرد، ولی از سوی نهادهای امنیتی هیچ رسیدگی نشد
و مسئولین این جنایت تا به امروز دادگاهی نشدم. و من وقتی از ایران اومدم بیرون با آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل و رئیس کمپین حقوق بشر آقای هادی قائمی، باشون مصاحبه کردم و ازشون خواستم پیگیری کنن مسئولینی که این فاجعه رو به بار آوردن و باعث شدم من و دوستان دیگه هم از نظر روحی و ضرب و شتم آسیب ببینیم و خانواده‌ای که بچه‌هاشون رو دست دادن. و هنوزم ایستادم تا بتونم یک روزی این حقی که در اونجا از ما گرفته شده رو پس بگیریم.